سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی سریع بریم تحلیل و ترید های امروز رو شروع کنیم. برای فروش طلا بعد از نوسانات امروز یک مقاومت کوتاه مدتی شکل گرفته تا زمانی که زیر مقاومته که نهایتا 2040 میتونیم در نظر بگیریم. تا زمانی که زیر 2040 قرار داره پوزیشن فروشمون رو نگه میداریم. در صورتی که بره بالای این مقاومت حتما باید از پوزیشن فروش خارج بشیم. پوزیشن طلامون فعلا 33 دلار و 74 سنت تو این ساعت از بازار که اواخر تایم مارکت هست تو سوده. برای داو جونز به نظر میرسه که یک موج ABC داشتیم، یعنی یک موج A شکل گرفت. موج B خودش یک سه موجه بود و داره آماده میشه بازار برای یک سی رو به پایینی که امروز یک فشار فروش وارد مارکت شد که اومد خود به این کف کانال. نباید بالای مقاومت تثبیت بشه بازار. اگر تثبیت بشه مجبوریم که از پوزیشن فروشمون خارج بشیم تو داو جونز. فعلا امروز این مقاومت در مقابل خریداران دووم آورد، نشکست. امروز نفت برخلاف پوزیشن ما که فروش است یه فشار خریدی رو تجربه کرد، ولی مقاومت 73 788 مقابل خریداران دووم آورد و نذاشت که بازار بالای این حرکت کنه. فعلا پوزیشنمون رو نگه میداریم. اگه خاطرتون باشه دیروز برای مس یک خط نارنجی رنگ کشیدن، گفتن دوست دارم ریاکشن بازار رو به این بدونم. بازار نتونست بالا این خط نارنجی رنگه بره. همین رو به ما یک مقاومت کوتاه مدت مینور در نظر میگیریم، چون یک پوزیشن فروش داریم که تو سوده. اگه بخواد بره بالای این برای فردا باید رصد کنیم، اگه بره بالای این پوزیشن رو ببندیم. خب برای پلاتینیوم تایمش رسیده که یک مینوری در نظر بگیریم که در صورتی که بالا اون بره بازار و پلاتینیوم قیمت گذاری بشه بالای 925 از این پوزیشن سوددهمون خارج بشیم. یک محدوده برای موج سوم اتریوم در نظر گرفتیم که امروز اومد رسید به این محدوده. باید واکنش بازار رو به این محدوده نگاه کنیم. در صورتی که بخواد از این عبور کنه 461% رو در نظر خواهیم گرفت. فعلا که امروز روی همین ایستاد اتریوم و بیشتر از این بالا نرفت. فعلا 37 دلار تو سودی. نمیشه فعلا از پوزیشن فروش شاخص ینمون خارج بشیم. یک مقاومتی داره، بازار میاد به این میخوره، بعد میاد پایین. ببینیم که این بار میتونه کف پایین تر ثبت کنه یا نه. فعلا از پوزیشن فروشمون خارج نمیشیم. قرار بود امروز صبح از پوزیشن فروش یورو یو اس دی خارج بشیم که این کار انجام ندادیم، چون که فعلا این مقاومت نارنجی رنگ روی 1.09728 هستش دووم آورده در مقابل رشد یورو دلار. برای فردا ظهر میذاریم مجددا، باید چک کنیم. در صورتی که بالا این بره تثبیت بشه خروج میکنیم از یورو یو اس دی. فعلا نگهش میداریم. مارکت امروز برای پوند برخلاف پوزیشن ما بود. در صورتی که بازار بالای 1.28240 حرکت کنه از پوزیشن فروشمون خارج میشیم و استاپ این پوزیشن رو فعال میکنیم. فشار فروشی وارد AUD USD شد امروز که فکر نمی‌کردیم این کار انجام بشه. با اینکه پوزیشن فروش داریم همچنان رصد میکنیم، در صورتی که اصلا خوشبین نیستیم برای AUD USD و همچنین NZD USD. حرکت بالای مقاومت میتونه استاپ لاس ما رو فعال کنه. NZD USD هم شبیه AUD USD این مقاومت نارنجی رنگ 0.62620 خیلی مهمه. در صورتی که بالا این حرکت کنه از پوزیشن خارج میشه. خب یک موج پنجی بازار ساخت و بعد از اینکه تا نزدیکی محدوده موج 5 حرکت کرد فشار فروش وارد بازار شده.
انتظار میره بازار یک حرکت برای فردا مجددا یه حرکت رو به بالایی داشته باشه و به این محدوده واکنش نشون بده. بعد از واکنش به این محدوده میگم که احتمالا زودتر بخوایم از پوزیشن USD خارج بشیم. مقاومت 85 563 فعلا خیلی خوب عمل کرده در مقابل حرکات سعودی بازار و بازار نذاشته که بالای این محدوده حرکت کنه. پوزیشن فروشمون رو فعلا نگه میداریم. فعلا باید پوزیشن خرید USD CAD رو نگه داریم با اینکه بازار خیلی داره آروم و آهسته میره بالا. استاپلاس USD CAD رو زمانی فعال کنیم که به زیر 1.33 بره. برای فردا انتظار داریم که یورو AUD به قیمت 1.65208 برسه، سقف بالاتری رو فتح کنه. دیروز یه پوزیشن روی یورو کد گرفتیم، گفتیم که خورده به این سقف کانا ولی با این حال میگیریم. حس ما درست بود و تونست این سقف این کانال رو بشکنه. فعلا نگه خواهیم داشت این پوزیشن رو. استابلاس یورو فرانک هم میتونه 92 450 باشه. حدود اینا میتونه 92 450 470 در این حدود. تا زمانی که یعنی این حمایت از دست نرفته ما پوزیشنمون رو نگه میداریم. خب برای یورو پوند این مقاومت خیلی خوبیه. برای پوزیشن دوممون در صورتی که این بالای این مقاومت بره از پوزیشن میتونیم که خارج بشیم. فعلا بازار در جهت پوزیشن های ما داره حرکت میکنه. یورو ین داره نزدیک میشه به TP ما. امروز فشار فروشی وارد بازار شده که برخلاف پوزیشن ماست. فعلا هیچ واکنشی نشون نمیتونیم بدیم به این فشار فروشی که امروز بعد از وارد بازار شد. همچنان TP ما معتبره. یورو NZD امروز نوسان خاصی رو نداشت. ما منتظر موج سوم هستیم که فعلا اتفاق نیفتاده. پوند AUD امروز خوب بود. در جهت پوزیشن ما مارکت حرکت کرده، فشار خریدی داریم، حمایت 1.89678. در صورتی که بازار به زیر این بیاد از پوزیشن خریدمون خارج میشیم. یه فکر دیگه ای کردیم برای پوند AUD. دوست دارم که پوند AUD رو توی این قیمت ها یک خرید مجددی انجام بدم با استابلاس 89 500 حدودا. خب این کارم انجام دادیم. برای پوند کد هم امروز مارکت در جهت پوزیشن ما حرکت کرد. استاپلاس ما فعلا 1.7 فیکس 1.7. هدف پوند ین 187.462 هستش. پوند NZD هم مشکل خاصی نداره. فعلا پوزیشن خریدمون رو نگه میداریم. برای یک هفته است که AUD CAD تو همین محدوده باقی مونده، هیچ حرکتی هم نمیکنه. پوزیشن فروشمون رو در صورتی که بالای مقاومت 0.89 بره خواهیم بست. برای جفت ارز AUD ین مارکت کاملا در خلاف پوزیشن ما حرکت کرده. پوزیشنی که دیروز گرفتیم، بله در ژانویه گرفتیم، این محدوده مقاومتی رو خیلی مهم میدونیم برای این جفت ارز. 97 باید زیر این نیاد AUD ین. اگه بیاد احساس خطر خواهیم کرد. شکل نوسان AUD NZD فعلا خیلی خوبه. پوزیشن فروش داریم که فعلا نگهش میداریم. میتونیم حتی این محدوده 1.0781 رو هم به عنوان یک مینور در نظر بگیریم در صورتی که بازار بره بالای این حتی از پوزیشن فروشمون خارج بشیم، ولی فعلا نگهش میداریم. NZD CAD هم یک هفته است توی این محدوده قرار داره، هیچ حرکتی نمیکنه. یک محدوده مقاومتی داریم، نباید بالای این بره. اگه بره باید از پوزیشن خارج بشیم. هدف 91.353 برای NZD همچنان معتبره.
با اینکه امروز فشار فروش وارد مارکت شده برخلاف پوزیشن ما، ولی همچنان تا زمانی که بالای این حمایت قرار داره 90.276 پوزیشن ما معتبره و نگه خواهیم داشت. برای NZD فرانک هم صحبت خاصی نیست، ویدیو قبلی توضیحات کامل بوده. بازار فعلا جهت خاصی نداره. اگر بالای 53,232 بتونه حرکت کنه NZD فرانک قدرت صعود افزایش پیدا کنه. خب کدین هم امروز برخلاف پوزیشن ما حرکت کرده. فعلا مقاومت 107.664 به عنوان مرجع ما میتونه عمل کنه تا زمانی که بالای این در حال نوسانه، بالای این مقاومت در حال نوسانه، پوزیشن های ما معتبره. مطمئن نیستیم که موج صعودی فرانکین به اتمام رسیده باشه. این محدوده بسیار مهمه. در صورتی که بالای این قرار داره، بالای این بالای این حمایت 107.052 پوزیشن خریدمون رو نگه میداریم. یه تغییر روی کرن انجام میدیم، میایم این مقاومت رو یه ذره پایین تر میاریم. اینجا محدوده خوبیه. خب تا زمانی که زیر این قرار داره پوزیشن فروشمون رو نگه میداریم. شکل راف رایس داره بهتر میشه، احتمالا بتونه به این گلی که کاشیمون بالا بتونه برسه به اون. نگهش میداریم فعلا. خب کتون عالی بود امروز، تونست که فعلا وارد سود بشه این پوزیشن. هدف ما 82.782. امروز یه پوزیشن جدید داریم، شوگر 13 صدم وارد پوزیشن شدیم با SL این کف 20 تقریبا. خب برای کافی محدوده مقاومت خیلی مهمه، تا زمانی که زیر این قرار داره پوزیشن فروشمون مشکلی واسش پیش نمیاد. خب دوستان، امیدوارم که امروز تحلیل و تریدامون و توضیحاتی که دادیم مفید بوده باشه برای شما. توضیح خاصی برای امروز نداشتیم، بازار نوسان خاصی انجام نداد، با اینکه امروز فکر کنم CPI بود، حالا من دقیق نمیدونم، احتمال میدم، ولی یک جهت خاصی رو نداشت. مارکت محدوده حرکت کرده بود. فردا روز آخر بازاره و روز نهم چالش ما. تا فردا فعلا خداحافظ شما.